زمانی صحبت نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن نگرانی کرد که مخالفین تاجیک نماینده های حزب هایی که در تاجیکستان ممنوع دانسته میشوند در این جلسه حضور دارند. اما در صحبت های سر راهی دیدیم که صحبت شما خیلی با آنها نرم بود و حرفی از نام شما صدا داد که گویا بیش از نزدیک 200 نفر زندانی های سیاسی مورد عفو قرار میگیرند. وقتی که از جلسه می برآمدیم همه بچه هایی که از تاجیکستان بودند در یک گروهی کلانی آمدند به سوی ما و ما البته همچون یک شهروندی تاجیکستان و همچون یک تاجیک نمی توانستیم که با همشهری های خود و هموطنان خود دیگر خیلی مناسبت کنیم، چون ما از یک وطن هستیم و عقیده های سیاسی ما می توانند گوناگون باشند، ولی در مجموع باید که ما به هر حال متحد باشیم و برای تاجیکستانی عزیز خدمت کنیم. اونها در موقع سیاسی اپوزیسیونی خودشون می باشند و حکومت تاجیکستان هیچگاه از اپوزیسیون خودش دست نکشیده است، همه وقت آنها را احترام میکند، اعتراف میکند و ما با آنها البته صحبت ها و مکالمه های زیادی آینده هم خواهیم داشت. دیگر مسئله آن است که در آنجا به من محمدین کبیری یک پلاکت بسیار کلان را در بیرون نشان داد که در آنجا عفو به محبوسان سیاسی گفته شده است و نشان داد، گفت نشان داد، گفت که نگاه کنید و من دیدم، خواندم، فهمیدم که اون چیزی که در کاغذ ها نوشته شده بود اونجا با شکلی یک پلاکت کلان و من در همین حالت گفتم که این کار شما اونقدر خوب نیست، به سبب اینکه حکومت تاجیکستان در این مورد اندیشه خودش را دارد الکی و یک کمیسیه حکومتی تشکیل شده است که در اونجا هم چاپ شده است که همین گونه یک کمیسیه کار میکند و این کمیسیه باید برای پرزیدنت که صلاحیت اصلی عفو همه محبوسان در دستش است باید که مواد تیار کنند. کیها در نظر هستند که مورد عفو قرار؟ شخصا مثلا یگان قرار یگان چیز من ندیدم. من در وسایل اخبار ما خواندم که چون یک کمیسیه موجود است و این کمیسیه همین رقم هم از همون وسایل اخبار ما است که 186 تا، چون ازبکستان 240 چند نفر را آزاد کرده است و یا آزاد کردنی هست. ما هم در همین روند دموکراتیک کنانی جامعه، در روند مستحکم کردن نهادهای دموکراتی و جامعه شهروندی، در روند گومانیزاسیا و دکریمینالیزاسیا کردن قانونهای خودمون، البته ما هم قدم‌های باید که جدی گذاریم و این البته حکومت تاجیکستان به این رفته ایستاده است. این در بیرون بود و این اصلا باید که پهن نمیشد، چون که این برای خوش کردن وقتی اون شهروندانی بود که البته در دیگر دولت ها هستند و اونها جنایتکار نیستند. در این صحبت شما به دو نکته اشاره کردید. در اول صحبت گروه های مخالف و گروه های سیاسی گفتید و در این پایان صحبت گفتید که گروه های تروریستی و اکستریمیستی. سر کدام حرف شما میشود اعتماد کرد؟ یعنی تاجیکستان این گروه ها را همچون گروه های اکستریمیستی و تروریستی میشناسد یا سیاسی و مخالف خود؟ ما نه همه گروه هایی که بیرون از کشور هستند یا شخصیت هایی که بیرون از کشور است تروریست حساب میکنیم. ما اونها رو تروریست حساب میکنیم یا یکی تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی حساب میکنیم که گناه های اونها تعیین شده است. تا کجا امکانی سازش با این گروه هایی که مخالف یا امکانی مذاکره با این گروه ها وجود دارد از جانب حکومت؟ ما با همه اونهایی که با اکت‌های تروریستی مشغول نشدند و در پشت آنها ماده های مخصوص کودکس جنایی ما نیست، می توانیم صحبت کنیم، می توانیم مکالمه داشته باشیم، اندیشه های آنها را بگیریم، قبول کنیم، بیاموزیم و البته با پرزیدنت کشورمون، پیشوای معظم ملتمون این اندیشه های خودمون را یا خلاصه های خودمون را پیشنهاد کنیم.